یا خیر. فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت پهپاد جدید ما دنیا را متعجب خواهد کرد. علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه ایران گفت این پهپاد جدید که به زودی رونمایی می شود منحصر به فرد است و افق را تغییر خواهد داد. در الحاق آینده کار این عزیزان رو خواهید دید. اگر ما الان عنوانش بکنم شاید حلاوتش کم کنه. انشالله عملا توی میدان خواهید دید. یک کار مشترک نیروی دریایی سپاه با سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع شروع کار خواهد بود و ما در واقع افق تغییر میدیم. یعنی انشالله خواهید دید توی افق جدید، توی کار جدید و یک انتظار جدیدی که دنیا تعجب خواهد کرد انشالله. یعنی ما باید در حوزه پهپادی منتظر اتفاق جدید و منحصر به فرد باشیم؟ قطعا انشالله اینطوری خواهد بود.